های ولنگ ولنگ های ولنگ وای امانگی پکجو بلبل مسیار یارای ای پاما با خدا می تو درد میکنه گیپر گیلا گفتم هم قطع تو شم جانجوره گیلا شما چه کار میکنی؟ چی؟ تو مادر تو اینو اشته سکو اوشه خوبه خوشوم اینا میمون نبودم تلویزیون روشن کردی میبینی گیلا ای تا گرده خواه خندیده میگرفتی تو مادر تو هم یک سر گیره میکردیم ای تا خندیده گرده داد شده بودی شما خوشی شما ها تا تلویزیون فیسبوک تا فیسبوک که بودین مرتکه که بیامد ما خیرات داد بوجی برای دیو بشک سلطری روغانه آفرین نانه بگو گریه میکنم من بابا نانه اول بسرای ای تا خندیده گرده خو گرفتی خوشی تو چی میگو؟ خوشی ماما میتا میخندی گم زده رو میتاری ما خیلی من خوب مقبول نشون داد گریه نانی منم نشون داد که من 10 سال بیوایم همه نشون داد دیگه یعنی من گپا من همه بودن همه بودن آخی اون مرتکه گفت به تا گوشی ها توپ توپه اما به تا چی؟ اما چیه یک بیا اما خبرنگار بیا کلا خرا یوتیوب نه یوتیوب یوتیوب آفرین اما یوتیوب وقتا تلویزیون هم دیده میشه خب میفهمم تا عقلم یاد داره بفهمیدم ایته یک چیزی من با تو بگو از آخی خوشو ما گفتمی لوکی کتی ننگیه کی کتی ننگه؟ تو مادر تو چره؟ خاطر یک بوجی بشکه سلطری روغانه یک بوجی برنج میریم گیره میکنه به تک تلویزیونا خود نانه ما گو برین گریه کنین که با ما پول بدن با مرتقه گو با میم یک روز دیگه هم شما پخش بشه گفت اگه دفعه کشورها خارج میبینم بابا شما دیگه هم میدن خوبه تیار باشی دیگه خوبه خداحافظ نانگی برای ما بیدشتی تو جبار اشتنی برا جراستی بخیری شکر میگم خبر دارم به چی بگی خبر داری؟ خبر دارم من بفهمیدم که تو چی می بگی برو ایسیات مرینا بردم مر نگاه که اشته آدمی اینا چی با چه خور کم دگم بالا کش دستینا خورن کم دگم بالا کش خوشو جبار به تک تلویزیونا و تا اینترنت ها تاشون گریه میکنه با خاطر یک بوجی برنج و یک سلطری روغنه که 2000 روپیه نمیشه جبار خان اینجا ایتا میکنه دستا خور پاچه ها خورم ایتا میکنه از هر گوشی هم که تیر میشی خر خودی بارا خو از زیر بغلاتو تیر میشه چی به من ننگیه اگه خوشو بره منه او خالم بره تونه بره تو هم ننگیه درسته میگی از سینا خورور میزنی خب بره تو هم کن ننگه نیه بره تو که خاله تو به صفحه تلویزیون بسته که بگه به خود بیایم ما کمک بده کاکا جو خاله تا به خوشو خیلی فرق میکنه خوشو تونه به تو نزدیکتره دختر یا به خونه تونه حکم مادر تور میکنه خوشو تو بغل آخوری تا پس نازه به من خاله عمال 100 کوچه دورتره الا کرات گاپر ایشت آدم بیاغلی بوده که اینا رو برده اینا رو معرفی کرده ای کی بوده ای؟ اصلا من یک چیز دیگه بگم امی خالم و بچی و گیلک عقل میکشه که بره به دم صفحه تلویزیون بشینه گریه کنه ناله کنه که من بچم بدیدی که خوشی تو میگه 16 17 سالمه بیوزه رو وای اما برای تو قل بودم که این شخص رو پیدا میکنم بفهمیدی این شخص رو پیدا میکنم که ابرو بر به تعظیم منطقهی ببرد اگیلک دیونه بپرسی و راست خود تو میگه دری په وضو بدی از الف تا یا همه سجیر و سوانر به پیش تو اختلاط میکنه دل جمع باش نیازی نیه که تو باید نفر به دیگه جا بگردی چشم تو رو بگردم خوب گپ زدی به هر رقم شدم مگر برم گیلاکر پیدا کنم خانه داری برو بخیر بشی برو کام دگم پاچه ها خواه سینا خور بالاتر کش جبار وای آزرده شدی از من قلب ایزارم کی مشی من مطرن نای
تتر نای 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 تا تو نباشی. السلام علیکم منده نباشیم. جو خوبی؟ اشتنیم جان جور اختیار هستیم خیلیته. جان تو جوره؟ شکر فضل خدا زنده باشیم. اختیار هستی؟ شکر. کجا بودی؟ ما به سرا بدم ما تا برم به زغلب یک خبری بگیرم. گیلک جو یعنی او روز شما به یوتیوب دیدم. آها همه جای چیزا خیرات ها. خدا اشته گپ زدیم اشته مادر تو گریه کرد. من به گریه من بوده. یعنی واقعیت بگم یک گونی برنجی و خود یک بشکه روغن سلطی داده. من تکک گفتک با میایم با اینا که پخش بشه با شما مردم کمک میده با میایم. انا قرار که دیگه چیز با شما بیشتر میاره. گیلک جو از تو یک سوال دارم. من مامو مرتکی که آمد شما به تک کانال یوتیوب نشون داد که برای شما روغن و برنج داد به من بده. کی بود شما به او مرتکه معرفی کرد؟ تو مادر تو که عقل شما نمیکشه. بله. کی شما رو معرفی کرد به مو کانال به مو تلویزیون کانال یوتیوب؟ خب با اگه به شما و مادر شما با کمک کنه با مام کمک میکنه میده. آخه وظیفه از اینا اینه که به هر کس اونا کمک کنه. خب یعنی به شما کمک کردن با مام باید کمک کنه. این گپ بزن که کی شما معرفی کرد به مونا؟ چه نولیلا بچه دینم ما نولیلا مال بردن. نورالله شما رو معرفی کرد به او. اونا هم بیامادن به خونه شما فیلم برداری کردن. تا سرا استاده شدیم یک باره میتو گفته که بگو گریه کنی. انا گریه کردین دیگه همه بگفتیم گفته خوب مادام به شما کمک میکنی. نیلیلا برای شما پی نیلیلا که شما مادر شما کمک کنن. گیلک برای شما پولم بدادم؟ نه همه برای اینجا همه لیتر لوغن 3 لیتر. نورالله گفته گریه کنین که فقط برای شما. خب گیلک جو من برم به فکر از این کار باشم که با مام یک کمکی بکنم. خب پس این کار نورالله کرد. بله. سلام. میگم یک وقتی به خونه نگی که جبار بیامد از می سوالات پرسید. خوبه؟ خب نورالله توی تو آدم کلون شدی به تا منطقه که ابریمر میبوری ها. ما با تو چیکار کردم که توی کار به حق میکردی؟ تو تیار میکنم نورالله. بابا گیلک تو چری تا آدم بیعقلی بودی؟ گردن ببند باشه از تو گیلک بادم بیعقلتر به می دنیا مگر نباشه. تو بریفتی دومات خود اینجا میری بزیم یاد میده که برو با پیش نیلولا برو. انا میره اینجا قرار که دیگه با ما کمک دیگه مرتکه نمیده. همه کمکار میده به خواهر میده به دومات میده. این چی رقم بیعقلی بودی گیلک. خدای رسی ایفن اون خوردن به تو گیلک. چطور بدیدم؟ غیرتی تیاره هستی؟ جان تو جوره؟ شکر سلامت باشی. باز ابرو بر میبری؟ حیثیت هم رو به زیر پا کردی ها؟ چه حیثیت؟ چه ابرو؟ چی میگی؟ خوب میفهمی که من چی میگم. خوب میفهمی که جبار چی میگه. تو چی حق داشتی که خوشی مر ببری به صفحه تلویزیون نشوندی که بر خاطر یک کیسه برنج یک بشکه 3 لیتر روغنه؟ چی حق داشتی تو؟ یک زنگ بزنی بریمه؟ در رابطه خوشی خب پس میگی. من گفتم خدا میدونه چی گپ شده کمی تا پرپر میری که چی بگم کاکا. سیکو برار خور بگردم چند دفعه می خوشی تو آمد بیامد به خونه ما آمد گفت اگه ما آدم غریبیم چیزی ندارم بے وزنیم اگه جامعه کمک خیرات چیزی بود مرا در لیست بگیری. گفتم خوبه من یک رفیق دارم بخش می کانال یوتیوب کار میکنه کمک میکنه به مردم. من اور بیا آوردم همینجا خودی از این آدم راهنمایی کردم از این فیلم برداری کرد بزی کمک کرد. ولی من بد کار کردم. شما کمک کردیم برای خدا. شما حق نیه که من مرتکب به خاطر یک کیسه برنج یک بشکه 3 لیتر روغن تصویر مرتکب بگیریم، عکس مرتکب بگیریم، فیلم مرتکب بگیریم، ابرو و حیثیت رو ببریم. گوش کش لالا جباری گپا نبوده مرتکب تا سند نداشته باشه هیچ وقت کمک نمیکنه به کسی. فکر شما باشه گپار شما پیش خود نزنه. سند چی؟ سند چیه کوکو؟ لالا جبار
سند برای شما اینه کسی که از کشورهای خارج کمک میکنه باید به اون نفر که داده میشه از او آدم تصویر گرفته شه بزو آدم ریشه که مو آدم نگه یک وقتی که من پول کمک که از کشور خارج به می آدم ری کدوم ای بخورده فقط به خاطر یک کیسه برنج یک سلتری روغنه. اصلا ما مردمی گپ با خوب بد میدونیم ما با خود این عیب میدونیم این عیب نیه یک کمکیه. گوش کشکاکو جو من به احمد و محمود کار ندارم. اگر تو واقعا امی کمک برای خدا میدی یک کلیپ یا یک تصویری ازم خودی بگیر بم خود طرف ری کو نه که به بسته جهان پخش کنیم که هر کس ببینه و پوزخندک کنه و حالا یا کمکی بکنه یا نکنه. به نظر توی بد نیه؟ برار جو ای خو گپی نیه تصویر که پخش کنم که لااقل 4 نفر دگم ببینه کمک ری کنه به می مسلمانایی که مستضعف هم ندارم کمکی بشه ای خو عیب نداره. گوش کشکاکو جو تو بد کاری کردی که به من زنگ نزدی امی کار باید نمی کردی. حال کم تو اگر کمکی مستی بدی باید گلاکر می بردی و تصویر می کشیدی نی خوشومه که هر کس امروز از راه تیر شم به من تبرغه بگه و گپ بزنه و گپ بزنه. حال کم برای تو میگم دفعه دیگه ای کار انجام نمیشه. هر وقت چنین کارهای می بکنی به طرف مقابل زنگ بزن طرف مقابل را آگاه بساز که امی آدم به تصویر میره و فردا به مشکل خلق نشه. ولی یاد تو باشه که این کار ما فراموش نمیکنم. گوش کش راجع با یک دقیقه گپ مرم گوش کش. تو اگر از این کار خوب بدبوری که خوشو تو به تصویر یا خصوصی تو به تصویر آورده استینا خو بالا نکش بزو کمک کنه یا به جلوی تصویر نشینه. این گپ برام ما براتون میگم.